عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمامی دوستان. من علی وارث هستم از چینل ادویه شناسی یا فارماکولوژی. این نخستین کارم است در این مورد، ضمنی که کار امتحانی است و تشخیص من این بود که ابتدا از نامگذاری ادویه فارماکولوژی بسیار به زبان ساده صحبت بکنم تا دوستها و عزیزای ما در جریان قرار بگیرن. البته این معلوم است که سطح معلومات و آگاهی همگی یکسان نیست، بنابراین دوستای مخاطب ما میتونن که هر کسی به اندازه معلومات خودش از این معلومات استفاده بکنن. خلاصه این درس ابتدایی است که ما باید آشنا شویم با نام ادویه به مفهوم علمی موضوع و به مفهوم کلینیکی و به مفهوم حقوقی که از لحاظ نامگذاری و حقوقی چه ربط داره بین خود، و نام کیمیایی ادویه در کنارش نام جنریک یا غیر تجارتی و نام بین‌المللی استاندارد جهانی که از طرف WHO تعیین میشه برای دواها. و در ارتباط نام تجارتی که وابسته به شرکت‌های دواسازی است، دارای مالکیت حقوقی است، صحبت خواهیم داشت و علائم R و TM که در پشت بسته های دوا موجود است، در مورد از اون صحبت میکنیم که انشالله در ادامه شاهدش خواهیم بود. نام جنریک یکی از اساسی ترین نام های که مطرح است در فارماکولوژی نام جنریک است. نام جنریک یک نام غیر تجارتی است، یک نام است که به اساس ماده فعال دوایی تعیین میشه. این نام یک نام بین‌المللی است، استاندارد و یکسان در سراسر دنیا. شما مثلا اگر یک اموکسیسیلین در نظر بگیرین، در سراسر دنیا اموکسیسیلین است، یعنی نامش تغییر نمیکنه چون نام جنریک و نام اساسیش هست. مشخصاتی از این نامی است که مستقل است، یعنی وابسته به شرکت دواسازی نیست، وابسته به افراد و اشخاص و تجار و سرمایه‌دار اینا نیست و این زیادتر باید هم همینطور است که مورد استفاده قرار میگیره در نسخه نویسی کلینیکی به هدف جلوگیری از اشتباهات دوایی و مسئولیت هرچی بیشتر تجویز دوا. مرجع تعیین کننده این نام سازمان صحی جهان است در قالب سیستم INN یا International Non-Property Names، یعنی مالکیت شخصی فرد نیست. پیام اساسی اسلاید مایی است که نام جنریک اساس ارتباط علمی و مسئول در تجویز ادویه است که بسیار مهم و حیاتی است. دوستای ما باید تفکیک بکنه بین نام‌های دوایی. در کنار از این نام کیمیایی که بسیار یعنی جنبه علمی و جنبه تخصصی داره، نام کیمیایی نام علمی است و او نشان دهنده ساختار یک ماده دوایی که بر اساس ترکیب ساختمان مولکولی و قواعد نامگذاری کیمیایی است که توسط اتحاد بین‌المللی کیمیای خالص تعیین میشه. خصوصیات از این نام چی است؟ بیانگر ساختار دقیق مولکولی است که همون ترکیب دوایی و یا همون ماده دوایی در طول پیچیدگی زیاد، یعنی یکتا است، غیر قابل تکرار است برای هر ماده دیگر. مثلا دو ماده دوایی نمیتونه که یک نام کیمیایی و یا یک شکل کیمیایی را داشته باشه. این
بیشتر در متون علمی تحقیقاتی و اسناد تخصصی استفاده میشه. کارایی از این در تحقیقات فارماکولوژیک بسیار مهم است. در موضوع کیمیا، در ثبت و شناسایی دقیق ماده فعال، در مقالات علمی و اسناد تکنیکی که جنبه تخصصی داره، در وجه بسیار اینا کاربرد می داشته باشه. چند یکی نمونه است. این نمونه ما فکر میکنم اومپرازول است. بله دقیقاً اومپرازول است و این هم شکل تیریدیش. در ادامه نام تجارتی یا برند نیم که بسیار زیاد مهم است از لحاظ اجتماعی برای عامه مردم، برای تمامی کسایی که خلاصه در پی کسب معلومات هستند. موضوع خیلی مهم است. نام تجارتی نام است که توسط شرکت‌های دواسازی انتخاب میشه. این نام وابسته به یک شرکت تولید کننده است که او حق مالکیتش داره، لیگل آنرشیپ، قابل ثبت است در نهادها برای محافظت قانونی. یعنی یک شرکت میتونه که نام خود در یک نهاد ثبت کنه که به این نام کسی دیگه حق تولید دوا را نداره. خصوصیات از این چی است؟ در بازار دوا یک ماده مؤثر دوایی واحد که یگانه است چندین نام تجارتی مختلف می داشته باشد که هدفشان بازاریابی و شناسایی در بازار دوایی است. بیشتر در هدف است. اکثرا ساده تر و قابل حفظ است نسبت به نام جنریک و این در حقیقت از لحاظ تجارتی یک سرمایه گذاری بسیار بزرگ است از طرف شرکت های دواسازی. یعنی به اندازه یاد گرفتن اون نام تجارتی آدم میتونه که بازاریابی داشته باشه. حالا مثلا تابلت پرول همه مردم ما میشناسه، میگه مرا تابلت پرول بده، در حالی که خودش سرمایه گذاری بسیار بزرگ است برای زمون شرکتی که پرول میسازه. یک سرمایه گذاری است. پیام اساسی ما است که نام تجارتی یک ابزار است، یک وسیله بازاریابی است. این به عنوان برتری نسبت از برندهای دیگر نیست هرگز. ولی این نام در ضمن از اینکه وسیله بازاریابی و تجارتی است، مبنای علمی هم میتونه داشته باشه و مرتبط با شرکت و گاه مرتبط با نام ژنریک دوا نام تجارتی تعیین میشه. در ادامه دوستای عزیز و نازنین، در پشت بسته های دوا حتما متوجه شدین که یک علامت است، TM و R. علائم تجارتی چی را میرسانه؟ نشان دهنده ثبت رسمی تجارتی است که در نهادهای قانونی دوا مثلا یا محصول ثبت شده. و یه ترید مارک است TM نشان دهنده ادعای مالکیت است، حتی بدون ثبت رسمی. تفسیر حقوقی این موضوع چیست؟ R ثبت شده در نهادهای ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی است که حمایت قانونی در حال استفاده تجارتی. یعنی هدف این است که اینمیا یک پشتوانه حقوقی و قانونی را کسب میکنن با گرفتن و یا ثبت کردن خود به اون نهاد. ایسی به سطح‌های مختلف در سطوح مختلف ادویه که هست چی میشن؟ راجستر میشن. یک سطح ملی است در سطح کشورها. بعضی کشورها در سطح ملی و داخلی خود اون نهادهای حقوقی و علمی دارن که همی محصولات دوایی خود ثبت میکنن، یعنی در سطح کشور است. یک سطح دیگه است یک سطح منطقه‌ای، یعنی در چندین کشور و در چندین جای سیستم‌های منطقه‌ای مثل اتحادیه اروپا و یا سارک یک نهاد است که مربوط کشورهای شرق آسیا است، جنوب غرب آسیا است که افغانستان هم از سال 2007 عضو سارک شد. و اگر حال خویی سارک یک نهاد علمی و تخصصی نداره که ادویه و یا محصولات دوایی و دیگه محصولات آرایشی کاسمتیکس اینا را بگیره در ثبت بکنه. ولی ما به عنوان یک شهروند یعنی کشور
جز آرزوهایم است که امی سال حداقل امی همت بکنن که یک نهاد علمی را ایجاد بکنن تا امی یک مقدار حیثیت امی شرکت های دواسازی منطقه ما بالا بره. دیگه در سطح بین‌المللی هماهنگی میشه از طریق WIPO یا سازمان جهانی مالکیت معنوی که از طریق هماهنگی میشه و نام بین‌المللی رو در خود میگیره، یعنی ثبت بین‌المللی میشه که او سطح وسیع‌تر و گسترده‌تر است که از نام تجارتی سوء استفاده نشود. پیام اساسی ما این است که علامت R نشان دهنده ثبت رسمی است و TM بیانگر ادعای مالکیت تجارتی است که مرحله ابتدایی راجستر است، یعنی در زمان طی مراحل هم میتونه که علامت TM از همون نهاد بگیرن. در ادامه مثالای عینی از نام تجارتی و نام جنریک خدمت دوستا بررسیم. مثلا ما پارستامول همه ما میشناسیم که ماده مؤثره واحد دوایی داره، بسته‌بندی های مختلف که شاهد ده ها نام تجارتی هستیم، مثلا از پرول و پنادول و کارپول و فبرول از اینا گرفته تا ادول و تایلول و پارامول و غیره. یعنی به تعداد شرکت های دواسازی میتونه که نام تجارتی وجود داشته باشه. مثلا در یک کشور اگر 100 دانه شرکت دواسازی فعالیت داره، اونجا میتونه که 100 دانه نام تجارتی از یک ماده دوایی وجود داشته باشه که بسیار مهم است. عامه مردم ما هم یک دانه دوا را قایم گرفت میگن نه دیگه اونمو دوا را مربوطه، در حالی که نام تجارتیشان متفاوت است، نام جنریکشان یا ماده مؤثر دواییشان یکی و یگانه است. به هر حال اینجا یک نمونه عینی رو دارم، پارستامول 500 میلی گرم تابلت از شرکت پرسان ساخت کشور خود ما است. بسیار یک شرکت خوب، حال تبلیغات هم نشه. به هر حال یعنی اینی به نام پرسان دیگه کس نمیتونه که دوا را تولید کنه، چون این مخصوص شرکت آویسن است. نمونه عینی دیگه هم اینجا هست که این دوا را شما میبینین، هایفکسو نام تجارتی آن ثبت است و این نام تجارتی نام جنریک دوا است فیکسوفینادین یک دوای ضد حساسیت است که در آینده انشالله در مورد صحبت میکنیم که دوا چگونه استفاده میشه و چطور توسط کی، و یک چیزی نیست که همگی از او استفاده بکنه. دوای خاص است، تداوی هم که است مثل امو قفل و کلید بوری است، یعنی یک دانه کلید نمیتونه که قفل های متعدد را باز کنه. هر مریض خودش یک قفل است و هر دوایی که برای او داده میشه کلید خاص است، یعنی یک دوا را نمیتونه که آدم به همگی بده بگینی میره بو خلاص وانس ادی روز یک دفعه. و این ساخت اینی شرکت است که این شرکت در استرالیا موقعیت داره. در آخر میخوایم که نظر شما را در مورد این معلومات داشته باشم. لایک کردن و شیر ساختن با دیگر و فالو کردن تنها انگیزه است که ما را به این مسیر علمی میتونیم که گامزن باشیم. سابسکرایب و کامنت و فالو یوتیوب، تیک تاک، فیسبوک، کلینیکال فارما ایژوکیشن. خدا نگهدار.